روز پنجشنبه بر اثر بمبگذاری و تبادل آتش در پایتخت اندونزیا کم از 6 نفر به هلاکت رسیدند. نیروهای امنیتی مرکز جاکارتا را احاطه نموده در پی جستجوی مسئولان حمله بودند. مستقیما در پی حمله یگان گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفت، ولی در عرفه عید میلاد مسیح و سال نو سلاح به دستان گروه دولت اسلامی تهدید کرده بودند که اندونزیا را به اصطلاح در مرکز توجه قرار می‌دهند. صبح پنجشنبه رسانه‌های محلی و خبرگزاری ریترز درباره 6 انفجار و تیرپرانی در مرکز جاکارتا معلومات دادند. بعد چند ساعت به قول شاهدان باز صدای انفجار به گوش رسید. یکی از انفجارها در درآمدگاه قهوه‌خانه استاربکس به وقوع پیوسته است. تلویزیون محلی مترو تاکید کرده است که در حمله کمش 14 سلاح به دست اشتراک داشتند. به قول پلیس حداقل 4 نفر از مسئولان حمله بر علاوه بمبگذار مرگ طلب به هلاکت رسیدند. پرزیدنت اندونزیا جوکو ویدودو سفر کاریش را کنار گذاشته به جاکارتا برگشت. او از هموطنانش تقاضا کرد به هر گونه آوازه‌ها گوش ندهند. ما این حمله ها را که نظم و ثبات مردم را خلل‌دار کرده اند محکوم میکنیم. من فرمان دادم که مسئولان حمله ها و همدستانشان دستگیر شوند. ما همچون کشور نباید به ترس و وهم داده شویم. ما باید آرام باشیم تا نظارت امور حفظ گردد. به عقیده شارحان این حمله مقامات اندونزیا را غافلگیر نکرد. 1 ماه پیش حکومت اندونزیا هشدار داده بود که کشور با خطر واقعی مواجه می باشد. مقامات اندونزی نزدیک به 150,000 افسر امنیتی را در کلیساها، فرودگاه‌ها و دیگر جایهای جمعیتی این کشور اکثراً مسلمان نشین مستقر کرده بودند. همچنان مقامات اطلاع داده بودند که چندین نقشه کشتار منصبداران دولتی و فرماندهان نهادهای قدرتی را خنثی کردند. مقامات اندونزی از سال 2002 از زمان حمله در جزیره بالی که حیات کمش 200 نفر را از بین برده است، درباره خوف حمله‌های دهشت‌افکنان گزارش می‌دهند. سال 2009 بر اثر حمله بالای 2 مهمانسرای زیر نظارت آمریکایی‌ها در جاکارتا کمش 8 کس به هلاکت رسیده بود. در حمله‌های قبلی مقامات گروه جماعت اسلامی همپیمان القاعده را متهم می‌کرد. ماه‌های اخیر افزایش نفوذ گروه دولت اسلامی و شامل شوی شهروندان اندونزیا به این گروه جنگجوی در قلمرو سوریه نگرانی‌های امنیتی را بیشتر کرد. طبق آمار مقامات اندونزی کمش 800 شهروند این کشور به جنگ‌های سوریه رفته بودند و حالا تا 240 نفر آنها به اندونزیا برگشتند.